اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو من مثل ویدیوی قبلی فکر کنم میخوام بیام بهتون یاد بدم که چجوری میتونید گان USS 9 یا تمام SMG ها رو گولد کنید. بریم حالا ببینیم چجوری میتونیم این کار رو بکنیم. راستی داشت یادم میرفت، لطفا چنل رو ساب کن و ویدیو رو لایک کن. شاید برای شما وقت زیاد نبره ولی کلی به من کمک میکنه و روحیه میده. بریم سراغ ویدیو. خب بازم بگم که الان شما میخواد یه SMG رو گولد کنید، فرقی نداره که چه گانی باشه، USS باشه یا مثلا پاو 57، فرقی نداره، فقط باید SMG باشه و روش گولد تمام SMG یکیه، همونطور که تمام اسنایپر یکی بود. خب بریم بهتون بگم چجوری میتونید یه SMG رو گولد کنید. برای گولد کردن یه SMG مثل همون اسنایپ همون کموها رو داره، یعنی سند، دراگون، اسپلینتر، تایگر، جانگل، رپتایل رو داره، فقط نوع گرفتنش فکر کنم فرق داره که بریم ببینیم. میگه که 400 انمی رو بکش تا باز بشه. دراگون میگه که 75 انمی رو هیپ فایر بزن، یعنی ایم نگیر رو بزن. اسپلینتر میگه 45 انمی رو از راه دور بزن. تایگر میگه 200 انمی رو با فول اتچمنت بزن. جانگل میگه 80 انمی رو با هدشات بزن. رپتایل هم میگه که 60 چی دارم میگم 60 انمی رو دقیقا مخالف قبلی بدون اتچمنت بزن. این روش گرفتن تمام گولد کردن تمام SMG هاست، یعنی شما با همین روش هم USS پا 57 راش این چیه همین کل SMG ها رو میتونید با این روش گولد کنید. کلا هم کار خیلی سختی نیستش، فقط یکم نیاز به وقت گذاشتن داره پاش. یعنی شما حتی توی نیم روز هم میتونید یه گانو یه گانو گولدش کنید. و تا ویدیوی بعدی هم بدرود.